با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بختر ضمن بردن کارهای اپراتیوی جستجویی میسر گردید که 5 نفر ساکنان شهر دوشنبه و نوی رودکی را که دست به دزدی 613,992 سامانی فیلال شرکت خوبجن اینوست واقع در شهر بختر زدند دستگیر نمایند. جنایت مذکور را شهروندان شایف علیشیر سال تولدش 1994، ساکن نوی رودکی براتov سفرعلی سال تولدش 1995، رازقov مرادعلی سال تولدش 1987، میرجمالov دلاور سال تولدش 1984 و تشریفوف ادریس سال تولدش 1999 که ساکنان شهر دوشنبه می باشند صادر نمودند. ضمن پرسش گمانبر شدگان معلوم شد که میرجمالov دلاور خود کارمند شرکت مذکور بوده سرکرده جنایت دزدی است. با مصلحت پیشکی طریق پنهانی به خاطر تصرف نمودن مبلغ‌های پولی شرکت کلید صندوقچه آهنین را با هممسلکانش که چند مدت نقشه جنایت دزدی مبلغ‌ها را کشیده بودند می‌دهد. سپس برای عملی نمودن نیت‌های غرضناکشان طبق مصلحت پیشکی شهروندان شایف علیشیر و براتov سفرعلی طریق کلید در دست داشتهشان از فرصت برایشان مناسب و نبودن اطرافیان استفاده نموده غیر قانونی وارد کارگاه شرکت گشته مبلغ‌های پولی به شرکت تعلق داشته را تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زنند. در صادر نمودن این جنایت رازقov مرادعلی و تشریفوف ادریس نیز با آنها همکاری می‌کردند. گمانبران با این کردار به شرکت خوبجن اینوست به مقدار مخصوصاً کلان ضرر رسانیدند. بعد از دستگیر شدن نفران گمانبر قسمی از مبلغ‌های ربوطه شده همچون دلیل شهید دریافت و مصادره کرده شدند. به دست افتادن گمانبر شدگان گواهی آن است که پرده از روی همه گونه جنایت‌ها برداشته شده جنایتکاران به جزا نمیمانند. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر نسبت به این نفران پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.